ای اون چیه؟ باید بزنم دهنه چیکار کنی چیه؟ بگی نگهش میکروفون اونو بده بهم نده واسه خودت این باش صحبت کن بذار صحبت شما میشه برید کنار؟ ریختم نمیاد بخور میگی بردار بیار اینجا فیلم برداری میکنم بابا بذار بردار از دکتر دارم فیلم برداری میکنم تو بگو بذار فیلم بگیره آبروش بره سلام و ارادت خدمت دوستان با تیم از تو کن دوباره روستای ما چی؟ شاوی یه خورده جلوتر جاتون خالی میریم قله سبلان مادر قله های ایران جای همتون خالی دمتون گرم آقا سلام و ارادت با تیم دوستان طبیعت اومدیم برای چندمین بار آقا رضا ششمی پنجمی نمیدونم اومدیم سبلان با عزتون هوا که عالیه یه کارا داریم میکنیم که از پارکینگ یه ماشین بگیریم بریم پناهگاه دور هم باشیم ما یه چیز سبکی بزنیم بر بدن و یه چایی و خواب و صابم را بیافتیم بریم بالا میخوایم بریم بالا روی یه چیزی رو هم به شما بگم روی قله ما دریاچه داریم دریاچه اگر یخ داشته باشه میخوام بشکنیم یخ و بریم تو آب از اون ور سوی آقا هم بیایم بالا و کار در بیاریم آقا ارادت داریم برگشتن مهندسی لحظه اون انتها شابیله وقتی اومدیم خستگی رو اونجا از تن به در خواهیم کرد در عمق آبهای داغ سبلان عزیز اینجا رو بهش میگن عروس کوههای ایران و ارادت I love you. عالیه همه چی من این کوه خیلی دوست دارم هم منطقه‌شو هم کوهشو یه انرژی مثبت همیشه میگیره مخلصم ملی جان عالیه خدا حفظت کنه آرزو میکنیم همیشه باشی تا همیشه باشی با هم باشی عالیه عالی زنده باش خدا حفظت کنه سلام خدا قوت زنده باش علی جان شما خوبی خیلی عالی بود اومدیم امروز 22 خرداد ماه هستش توسط گروه دوستان طبیعت خدمت شد که اومدیم قله سبلان الان تو ایستگاه شابیل هستیم که قرار لندیورا ما رو ببرن تا پناهگاه من و همسرم منم خیلی خوشحالم که در جوار شما آرزوی بزرگ من این بود که بیام قله سبلان
دیگه خوبه. تا وقتی که توده ای بالاش نیاد نامهربون نشه کوه مهربونی، اما به محضی که مثلا یه ذره جابجایی داشته باشه دیگه شاید 15 درجه 10 درجه یهویی تغییر دما داریم و سخت میشه دیگه صعود. خسته نباشید. خیلی مخلصیم. سلام خدمت دوستان عزیز. امروز 23 خرداد 1404 قله سبلان، اینم دریاچه سبلان که البته برف دریاچه رو گرفته.